محمد رسولووا مفزونه انواروونا سانه تولدش 2 آگوست سال 2021 ساکن شهر دوشنبه جماعت روسیه کوچه یکتود خانه رقم 306 صبح 19 مارس سال 2022 ساعت 08:00 دقیقه از خانه برآمده با همین بیدرک شده است. این جوانزن مادر یک کودک 6 ماهه شیرمک است که در خانه مانده است. نزدیکانش از امگان برای جستجوی مفزونه کمک می‌طلبند. از آنهایی که درباره کجا بودن مفزونه محمد رسولووا معلومات دارند و او را تصادفاً در یگان جا دیده باشند با این رقم زنگ زنند: 992 907 898908. خبر بیدرک شدن مفزونه محمد رسولووا در حالی است که اخیراً امیده احدووا یک دختر 19 ساله ساکن دوشنبه را که از بیماری روحی رنج میکشید روز 29 مارس بعد 6 روز گم شدنش از نارک پیدا کردند. این دختر روز 23 مارس گم شده بود. از همه هموطنان خواهش میکنیم که همین گونه در پیدا کردن مفزونه محمد رسولووا نیز کمر همت ببندند و یک جای دست به دعا بکشاییم تا خداوند این جوانزن را به پیش نزدیکانش و فرزند خردسال و شیرمکش برگرداند.